با احترام ویژه‌ای که به تمام ادیان توحیدی دارم، اما تو این ویدیو میخوام شگفت زدتون کنم. خیلی‌ها فکر میکنن دین و معنویاتی که ما امروز داریم کهنه، قدیمی یا قوانینش دیگه برای مشکلات و چالش‌های امروزیمون کار نمیکنه. ولی چی میشه اگه بفهمید خداوند آموزش‌های اصلی رو نه به صورت متن بلکه با اعداد و ریاضی 1400 سال پیش برای آیندگان رمزگذاری کرده بود؟ بیاید نشونتون بدم. حضرت محمد 1400 سال پیش الله رو به عنوان خدای یگانه معرفی کرد. کلمه الله از حروف الف، لام، ه تشکیل شده که اگر حروف ابجد این کلمه رو حساب کنیم میرسیم به عدد 66. عدد 66 فرکانس مقدسی است که اون رو به مربع جادویی هم تبدیل کردن که هر سطر و ستونش مجموعاً میشه 66. حالا نکته جالب اینجاست، اگر عدد 66 رو شما وارونه کنید میرسید به عدد 99. این عدد آشنا نیست؟ حدیث نبوی داریم از پیامبر که خداوند داره 99 نام است و هر کسی اونها رو به اشتراک درک کنه وارد بهشت میشه. حالا ممکنه مغزتون سوت بکشه اگه بفهمید شما اگر نام الله رو پشت دستتون بنویسید و کف دستتون بر اساس خطوط دست خط بکشید، کف دستاتون 18 و 81 رو خواهید داشت که اگر 18 و 81 رو با هم جمع کنید میرسید به عدد 99 که تعداد کل نامهای خداونده. حالا اگر 18 رو منهای 81 کنید چه اتفاقی میفته؟ عدد 66. این عدد به نظرتون آشنا نیست؟ بله، سال وفات حضرت محمد. این معجزه و شگفتی که دیدید فقط یک پیغام داشت که فراتر از علم امروزی هزاران سال قبل خداوند مسیر سعادت انسان رو رمزنگاری شده بهش گفت.